با سلام و درود. همونطور که در اولین جلسه خدمت عزیزان عرض شد، قرارمون این بود که 10 داستانی رو که عطار در آثار خودش آورده و حضرت مولانا هم همون داستان رو در دفاتر ششگانه مثنوی البته بهش پروبال داده و نتایج بسیار آموزنده و مفیدی از اونها گرفته رو طی چند سخن تقدیم یاران و مشتاقان این برنامه کنیم که تاکنون 6 داستان رو بازگو کردیم و در 7مین داستان به ذکر گفتگویی میپردازیم که میان 2 نفر، یکی از اونها یک عارف هست و دیگری شخص عادی و در این حال به قول مولانا نادان، که درباره مرگ سوال و جواب بین اونها رد و بدل میشه و عطار و همچنین مولانا جوابهایی رو اظهار میکنن از زبان اون عارف. در این گفتگو عطار البته در کتاب تذکرة الاولیای خودش جلد اول صفحه 300 خیلی به اختصار مطالبی رو ذکر میکنه که بنده مضمون کلامش رو خدمتون عرض میکنم که شخصی نزد عارفی میره یا شخص نزد عارفی بوده و بهش میگه که دنیا با وجود مرگ به حبه‌ای نیرزد و عارف در جواب بهش میگه که اگر مرگ نباشد نیرزیدی. اون شخص میگه چرا؟ عارف فرمودن چون مرگ پلی است که دوست را به دوست رساند. این مختصری از این داستانی بوده که خود عطار هم به اختصار ذکر کرد. اما حضرت مولانا همونطور که عرض شد در مثنوی خودش در دفتر 5 از بیت 1760 به بعد این داستان رو کمی در واقع وسیع‌تر، عمیق‌تر و مؤثرتر ذکر میکنه که از اونجا که بعد از این داستان مختصر داستان دیگری رو در همین زمینه از مولانا خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، از این نظر سعی میکنم که جوهر کلام مولانا رو با ذکر چند بیت برای عزیزان عرض کنم. همونطور که عرض کردم مولانا از زبان عارف داستانش رو یا این گفتگو رو از بیت 1760 در دفتر 5 آغاز میکنه. بیت اولش این هست، میفرمایند آن یکی میگفت خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگ اندر میان. یعنی شخص غافلی در واقع اینطور ذکر میکنه که اگه پای مرگ در میان نبود این دنیا بسیار زیبا و دلنشین بود. شاید این بیت فردوسی هم از زبان همین افراد باشه که در شاهنامه‌اش میگه که بهشتی بودی گیتی از رنگ و بوی، اگر مرگ و پیری نبودی دروی. خب در جواب این فرد مولانا از زبان اون عارف این گونه جواب میده،
یعنی جوابهای متعددی میده که به ترتیب چند موردش رو خدمتون عرض میکنم. آن دگر گفت، یعنی آن دگر منظور اون عارفه، آن دگر گفت ار نبودی مرگ هیچ، که نگرزیدی جهان پیچ پیچ. جهان پیچ پیچ منظور همون دنیای پر از رنج و مشکلات و گرفتاری هاست. میگه اگر مرگ نبود این جهان پر از رنج و ابتلا به پرکاهی نمی ارزید. یعنی این جهان بسیار بی ارزش به اصطلاح جلوه می کرد، به خاطر اینکه اون زنجیره تکامل از هم می گسست. چون انسان همونطور که در اشعار دیگری مولانا ذکر میکنه، میگه از جمادی همینطور میاد، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، به حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم، پس کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. حالا تا آخر انشاءالله که درست خونده باشم. در هر حال این مراحل همطور مراحل تکامل و طی بشه و بعد از بعد جسمانی ابعاد روحانی انسان در عوالم روح بایستی آغاز بشه، که اگر مرگ نبود، یعنی مرگ فقط وسیله هست برای اینکه ما رو در مراحل تکامل روحانی در واقع در عوالم دیگه سوق بده. بعد جواب دیگه که میگه این هست، میگه خرمنی بودی به دشت افراشته، مهمل و ناکوفته بگذاشته. یعنی اگر مرگ نبود این دنیا یا وجود ما مثل یک خرمنی بود که در یک صحرایی به اصطلاح انباشته شده و بدون اینکه به اصطلاح کوبیده بشه به حال خودش رها شده. یعنی میخواد بگه که اگر مرگ هم نباشه این به اصطلاح وجود ما، وجود حقیقی ما یا همون روح ما که به منزله در واقع دانه های اون به اصطلاح خرمن هست. فرض کنیم که این خرمن این دانه های گندم باشه، کاه هست و دانه گندم. اگر قرار باشه انباشته بشه این همطور عرض شود که فاسد میشه و از بین میره. حالا شاید در دنباله کلام خودش مولانا به این مسئله اشاره میکنه، میگه مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شوره خاکی کاشتی. به اون فرد غافل از زبان عارف میگه که ای غافل تو این زندگی رو که در واقع مرگ حقیقی این هست او رو فکر میکنی که زندگیه. من همیشه عرض میکنم که مثلا فرض کنیم 70 سال متوسط عمر ما هست، این رو بگیم زندگی، ولی زندگی به بقای حق رو بگیم مرگ. این در واقع به عقل در واقع جور در نمیاد. بعد در یکی دیگر از ابیات در واقع یک خواسته ای رو از حق به اصطلاح در میون میذاره. میگه ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنان که هست در خود اسرا. یعنی این چیزی که ما میبینیم ظاهر حقیقت هست، باطنش رو ما نمیتونیم با چشم ظاهر ببینیم.
باید چشم باطنی باز بشه در اثر تصفیه قلب که انسان حقایق اشیا رو اونگونه که هست بتونه ملاحظه بکنه. یاد یک داستانی افتادم که حضرت مسیح علیه السلام عرض شود که یک روز نگاهی به جهان کرد، جهانی که پر از زیبایی بود. بعد خیلی تعریف کرد که چقدر این جهان زیبا و دلفریبه. بعد خداوند فرمود که ما الان امر میکنیم که این جهان به صورت حقیقی خودش ظاهر بشه. بعد وقتی به صورت حقیقی خودش ظاهر شد میفرمایند که حضرت مسیح فرار کرد. یعنی این چیزی که این همه برای انسان ها ارزشمند هست، اگر آنگونه که هست ظاهر بشه، انسان توجهش رو کم میکنه و این دنیا رو فقط وسیله قرار میده برای اینکه آنچه را که مربوط به تمام عوالم روح هست و به بقای حق باستی انسان حیات داشته باشه به اونها بیشتر میپردازه. البته خب چون نیمیز آب و گل و نیمیز جان و دل هستیم، یه مقدارم توجه، یعنی نیمی هم توجه ما به آب و گل یا به این جهان و به جسم هست، باید باشه. ولی اینکه تماما فکر و ذکرمون به عالم خاک باشه قطعاً پر از ضرر و خسران هست این تفکر. بعد مولانا میگه که به ما اینجا امید میده، فکر میکنم میگه هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ، حسرتش آن است کش کم بود برگ. میفرمایند که کسی که فوت میکنه، حالا بعد از اینکه انشالله عمرش رو کرده و نتایج از این عالم خاک گرفته، هیچ افسوسی اینه نمیخوره که چرا مرده. نمیگه که به اصطلاح حیف شد که من مردم مثلا. تنها حسرتش اینه که اون کارهایی رو که باید انجام میداد و نتایجش رو در اون عالم میدید، از اون کارها که مثلا محبت به دیگران هست، خدمت به دیگران هست، نظیر اینها رو، یا شناخت حق تعالی هست، عشق به حق تعالی هست، اینها رو کامل به اصطلاح به دست نیاورده. فقط حسرتش در واقع در این مورد است. ورنه از چاهی به صحرا افتاد، در میان دولت و عیش و گشاد. میگه کسی که فوت میکنه در واقع حسرتی نداره که چرا فوت کرده. چرا؟ برای اینکه احساس میکنه که از یک سرای تنگ که به زندان تعبیر شده در واقع در آثار مولانا و دیگر عرفا آزاد شده، یا از چاهی در واقع در اومده و به دشتی پهناور قدم گذاشته که سراسر سرسبزی و زیبایی است. مقعد صدق و جلیسش حق شده، رسته زین آب و گل آتشکده. آتشکده کنایه از همین دنیاست که آکنده از در واقع آتش اندوه و شهوت و انواع بلایا. مقعد صدق هم اشاره به اون جایگاه راستی داره که البته اشاره هم به آیه در قرآن کریم هست، در سوره قمر آیه 55 هست که حالا مضمونش این هست، می‌فرمایند که پرهیزگاران در جایگاه راستی نزد مالک توانا هستند. خب حالا در این بیت هم می‌فرمایند که جایگاه
او راستین هست و همنشین حق میشه وقتی که البته اگر در مسیر رضای حق در این جهان حرکت بکنه، در عالم بعد با حق همنشین میشه و از این آب و گل دنیا که به منزله آتشکده هست نجات پیدا میکنه. خب این ابیاتی رو من هضم میکنم چون فرصت زیاد نداریم. میخوام یک داستان کوتاهی دیگه را خدمتتون عرض کنم. بقیه رو انشالله دوستان عزیز میتونن در آدرسی که دادم در دفتر 5 مثنوی بخونن. داستان دیگه گفتگوی حضرت موسی با خداوند هست که البته در یک از جلسات در یه موضوعی مفصل راجع به اون با ذکر تمام اشعارش چون گفتگو شده، من اینجا فقط سعی میکنم به اختصار عرض کنم. میگه حضرت موسی از خداوند سوال میکنه که آخه تو این همه مخلوقات رو به این زیبایی خلق میکنی، چرا اینها رو هر شود باز نابود میکنی، از بین میبری؟ حضرت خداوند در اینجا میخواد عملاً به حضرت موسی نشون بده که البته خب این معمولاً میگن که این نظر بندگان خداوند هست که مظاهر ظهور پیامبران معمولاً از زبان بندگان میگن. خب خداوند به حضرت موسی میفرمایند که تو یه دانه‌ای بکار، مثلا دانه گندم در یه زمینی بکار. خب این کارو میکنه و بعد رشد میکنه و وقتی به ثمر میرسه داس میگیره و میخواد اینا رو بکنه. در این هنگام ندا میاد از جانب حق تعالی و میگه که چرا کشتی کنی و پروری، چون کمالی یافت آن رو میبری. تو چرا حالا این رو داری از بین میبری؟ یه کشتی کاشتی، حالا به کمال رسیده، حالا داری اون رو میبری. بعد موسی جواب میده، میگه گفت یا رب زان کنم ویران و پست، که در اینجا دانه هست و کاه هست. دانه لایق نیست در انبار کاه، کاه در انبار گندم هم تباه. خب خلاصش این هستش که یعنی حکمت اینطور اقتضا میکنه که دانه و کاه با غربال کردن از هم جدا بشن، وگرنه دانه هم میپوسه و از بین میره. حالا خداوند هم در واقع جواب رو اینگونه بهشون میده. یعنی مولانا از زبان حق تعالی میفرمایند که در خلایق روحای پاک هست، روحای تیره گلناک هست. شاران مثنوی این روحای تیره گلناک رو در واقع روحای ناپاک معنی کردن، تفسیر کردن. حالا خب این یک معنی میتونه باشه، ولی به عقیده حقیر اشاره مولانا در اینجا از روحای تیره گلناک جسم انسان هست. از خود یه نظر هست، ممکنه درست باشه یا نه. یعنی انسان دارای یک روح هست و که اون رو به عنوان روح پاک ازش نام میبرن، و روح ناپاک جسم انسان هست که انسان اون رو در این عالم، این جسمش رو به انواع و اقسام ناپاکی ها ممکنه آلوده بکنه. بعد مثالی که میزنه اینه، میگه این صدف ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه. یعنی اینجا وجود انسان رو، روح و جسم انسان رو به صدف تشبیه کرده که در یکی از اینها در جواهر هست که روح حقیقی انسان باشه یا روح انسان اصلا باشه یا وجود حقیقی انسان باشه، و در دیگر شبه، یعنی یه چیزی شبیه دور در جسم ما هست که ما فکر میکنیم که وجود ما همین جسم ما هست، در صورتی که این یک وجود
در واقع شبیه یک وجود هست و وجود حقیقی ما همون روح ما هست. به همین دلیل مانند کاه و گندم یه زمانی بایستی هر شود که اینها از هم جدا بشه و روح در عوالم دیگه به سیر خودش و کمالات خودش ادامه بده. انشالله که حداقل مطالبی که لازم بود در این دو داستان خدمت عزیزان عرض کرده باشم مفید فایده قرار گرفته باشه. در پناه حق باشید تا داستان دیگر.